جمال الوجود بذكر الإله. تحقیقات علمی درباره پاره شدن ماه به دو قسم. به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام، خوش آمدید به برنامه نوبتی اسلام و علم معاصر. در این برنامه ما خواستیم درباره پاره شدن ماه به دو قسم از آیات‌های قرآن، حدیث‌ها و اینچنین تحقیقات‌های علمی را به شما پیشنهاد نماییم. مرحمت برنامه را تا آخر تماشا کنید. پاره شدن ماه به دو قسم این حقیقت است یا که افسانه؟ سبب بسیار رفتن کیهان‌نوردان امریکا به ماه در چیست و چه سری را می پوشانند؟ چون ما مسلمان هستیم و ایمان به قرآن داریم، بیایید اول آیات‌ها و حدیث‌های پیامبر صلی الله علیه و سلم را درباره پاره شدن ماه به دو قسم دیده می‌بریم. الله سبحانه و تعالی در سوره قمر که با زبان تاجیکی ترجمه ماه را دارد چنین میگوید: بسم الله الرحمن الرحیم اقتربت الساعة وانشق القمر. یعنی قیامت نزدیک شد و ماه پاره گردید. سوره قمر آیت 1. از انس ابن مالک خداوند از او راضی باد روایت است که اهل مکه از پیامبر صلی الله علیه و سلم درخواست معجزه کردند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اشاره به ماه کردند و ماه از بین پاره شد. در حدیث دیگر ابن عباس خداوند از او راضی باد میگوید در وقت حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم ماه به دو قسم پاره شده بود. از عبدالله ابن عمر روایت است که او در تفسیر آیت قیامت نزدیک شد و ماه پاره گردید چنین گفت: این واقعه در وقت حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم رخ داده بود. ماه به دو قسم پاره گردید که یک طرف آن از یک طرف کوه و طرف دیگرش از طرف دیگری کوه نمودار بود و پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: یا الله شاهد باش. این بود دلیل های قرآنی و حدیث های مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره پاره شدن ماه. ما بر این آیات و حدیث ها ایمان داریم، باوری داریم و اکنون بیایید برای تصدیق کردن این آیات و حدیث ها دلیل های علمی را دیده می‌بریم. داوود موسی بیکاک عالم بریتانیایی میگوید: روز از روزها یکی از شاگردانم که مسلمان بود به من کتاب قرآن را هدیه کرد. وقتی که من به خانه آمدم قرآن را گشودم و اولین سوره که من خواندم این سوره قمر بود و این آیت را خواندم: قیامت نزدیک شد و ماه پاره گردید. و بعد از آن به خود فکر کردم ماه پاره گردید، آیا ماه پاره می گردد؟ و همین سبب دیگر نخواستم قرآن را خوانم و قرآن را پوشیده یک سو گذاشته به تماشای آینه نیلگون سر کردم و برنامه‌ای که من تماشا کردم در این باره بود. خداوند این را خودش به من راست آورد تا که من حقیقت را دریابم. در این برنامه بحثی 3 استرونوم امریکایی و گروه عالمان بریتانیا بود. وقتی که عالمان بریتانیا از آنها سوال کردند شما مبلغ بسیاری را صرف کرده به ماه برآمدید، از آنجا بجز یک کف خاک و سنگها چیز دیگری نآوردید، آیا این یک کف خاک و سنگها این ارزش را دارند؟ حال آنکه در زمین بسیار مشکلی ها هست که شما می توانستید این مبلغ را در آنجا صرف کنید. عالمان امریکایی برای خاطر در نزد مردم امریکا و بریتانیا شرمنده نشوند آنها حقیقت را گفتند: ما نه تنها برای یک کف خاک و سنگها برآمدیم، ما در ماه یک چیز را کشف کردیم
و این هم پاره شدن ماه به دو قسم است. بعد از آن آنها دلیل‌های خود را به عالمان بریتانیایی پیشکش کردند. داوود موسی بیکاک بعد از تماشای این برنامه از جای خود برخیسته کلمه شهادت را گفته اسلام را قبول می کند و او می گوید امریکا امروز میلیاردها را صرف می کند تا آن سخنانی که محمد صلی الله علیه و سلم 1400 سال پیش گفته بود آنها را تصدیق کند. این بود قصه داوود موسی بیکاک، عالم بریتانیایی که اسلام را قبول کرد. الان او در بریتانیا جمعیت مسلمان ها را راهبری می کند و در دانشگاه های بریتانیا درس می گذارد. ببینید برادران و خواهران ایمانیم، علم معاصر آنچه را که به پیامبر 1400 سال پیش نازل شده بود تصدیق می کند. پس ما بجز حمد گفتن به الله مهربان چیزی دیگر گفتن نمی توانیم. الحمدلله علی نعمت الاسلام، الحمدلله علی نعمت الایمان. این بود برنامه امروزه. از همه شما منتدار هستیم و شکرگزاری میکنیم که نوارهای ما را تماشا کرده و به یار و دوستان خود میفرستانید. کانال ما را دستگیری کنید، به کانال ما ابونه شوید. دستگیری شما این پیشروی ماست. منتظر برنامه‌های آینده باشید و دعا را در حق ما فراموش نکنید. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.